صحنه از مهاجرانی دست به پشتی هم که به اداره پلیس برده می شوند. کاربران می گویند این نوار شب 17 سپتامبر در کنار ایستگاه مترو و کوچه سکوبلیفسکای مسکو ثبت شده است. پلیس در این روز در چند مکان کار و زیست مهاجران تفتیش انجام داده، صدها نفر را بازداشت کرده و به اداره پلیس برده است. مهاجران می گویند صرف نظر از آن که آنها اجازه کار یا سندی بود و باش داشتند یا نه، به قرارگاه پلیس برده شدند و تا حال سرنوشتشان روشن نیست. این هم نواره از خوابگاه مهاجران است. به گفته مهاجران، امان یا دسته تعیینات مخصوص روسیه صبح 18 سپتامبر 500 مهاجر را در خوابگاه نزد مترو استراگینوی مسکو به بیرون کشیدند. مهاجران میگویند از این میان حدود 200 کس شهروندان تاجیکستان هستند. عملیات ساعت 5 صبح شروع شده. کارمندان امان با درشتی و دغلی با مهاجران برخورد کرده آنها را تحقیر کردند. مهاجران گفتند این گروه سند کار و زندگی دارند ولی معلوم نیست سرنوشتشان چی خواهد شد. مقامات روسیه رسما در این باره خبر ندادند، پیشتر گفته بودند که مهاجران بی سند را اخراج میکنند. این توجیک هم به قدر شده، به قدر بود نبرود به قدر شده نمی ملکی نمی روسیه کروچ و این نمی حالت هیچ که با دادمو نمیرسه. بیزار شده من جون. در فرودگاه ونوکووا گروهی از مهاجران تاجیک را نگذاشتند که وارد روسیه شوند. این مردم نمی حالت دای. اونجا تا خواه. کسی من قیم. این نمی حالت دایم هیچ که با دادمو نمیرسه بخدا قسم. روسیه میزبان صدها هزار مهاجران کاری از تاجیکستان است. حالا روسیه فشار و محدودیت به مهاجران را افزایش داده است و دیگر این کشور مکان امن کاری برای مهاجران دانسته نمی شود.